و این فجی ها خواهند بود که با فرشید اسماعیلی بازی رو آغاز خواهند کرد. حالا اجازه میده آقای عرب براقی بازی آغاز شد. دیدار حساس از مسابقات لیگ برتر فوتبال کشورمون، جام خلیج فارس و کوشکی. کنترل خوب کوشکی، گوشه محوطه جریمه به تو میاد. موقعیت برای استقلالی ها درون محوطه جریمه و غلامزاده که زور داره. فرشید اسماعیلی بلند و کشیده درون محوطه جریمه، ضربه سر رو میزنند. موقعیت برای فجر و به هر شکل حبیب فرعباسی هست که توپ رو کنترل میکنه. یک بار دیگه با هم ببینیم. این حسین شهابی هست، یک لحظه با دست راست توپ رو گرفت، در ادامه محمد آژیر و درون دروازه آسانی میزنه و از کنار دروازه توپ به بیرون میره. موقعیت خوبی بود برای استقلالی ها که فرشید اسماعیلی، میثم مرادی به روی دروازه، موقعیت برای استقلال، برای فجر و ضربه فرشید اسماعیلی. یک بار دیگه با هم ببینیم آفسایدی که اعلام شد. میثم مرادی به این شکل صاحب توپ که حسین شهابی رو با پشت پا برای شروین بزرگ بود که شروین به این شکل زد و توپ به بیرون رفت. پس شروین بزرگ بود در اون صحنه که موقعیت از دست داد، هرچند که بالاخره آفسایدش اعلام شده بود از آیه سیفی، کمک اول مسابقه. فرشید اسماعیلی به روی دروازه، ضربه سر از بازیکن‌های استقلال، پشت محوطه جریمه، ضربه مسعود ریگی. صالح هردانی، اون سمت یاسر آسانی، توپ روی پای چپش بود با مهران احمدی درون محوطه جریمه، فرصت برای یاسر آسانی، ضربه را هم میزنه از کنار دروازه به شکل خطرناک. توپ به بیرون میره و تور بغل دروازه را هم به لرزه در میاره. یک بار دیگه با هم ببینیم. با پای راست به این شکل ضربه‌اش رو زد. غلامزاده هم عکس العمل نشون داد اما توپ به بیرون رفته بود. صالح هردانی به استقبال حشمت حسین شهابی، صالح بلند برای یاسر آسانی، اونجا سینا شاه عباسی در اون محوطه جریمه به راحتی پنالتی میده. سینا شاه عباسی. فجر یک بار دیگه با هم ببینیم. این شاه عباسی است، به این شه گرفت با پای چپ میزنه و توی دروازه گل برای استقلال به ثمر میرسه. زننده گل یاسر آسانی، دقیقه 42 روی ضربه پنالتی. حلقه شادی استقلالی ها و این هم نمای دیگر از پنالتی یاسر آسانی زد به این شکل در مساف با هلیچی. کوشکی در اون محوطه جریمه به روی دروازه و باز هم پنالتی. تو برخورد کرده به دستان بازیکن فجر. سینا شاه عباسی هست به این شکل، بله به دستش برخورد کرد. غلامزاده پنالتی گیر هست. ببینیم در این صحنه چه میکنه که توپ از کنار دستش به درون دروازه میره و گل دوم استقلال. باید آقای پیروز قربانی تدابیر متفاوتی رو در نیمه دوم، تفکرات آقایان پیروز قربانی و ریکاردو ساپینتو برای نیمه دوم چه نتیجه رقم خواهد زد. اشتباه فرب غلامزاده و ضربه‌ای که سعید سرخیزان زد تا از کنار دروازه توپ به شکل خطرناک به بیرون بره. خط دفاعی فجر میرفت که گل سوم رو به ثمر برسونه. با پای راست ضربه‌اش هم زد یاسر آسانی در مساف با ساسان جعفری کیا در محوطه جریمه. صالح هردانی و محمد آژیر که با حرکت کوشکی اون گوشه پشت محوطه جریمه، فرصت برای استقلال و توپی که به بیرون رفت. فرشید اسماعیلی، وثوقی فرد به روی دروازه، فرصت برای فجر یا ارسال وثوقی فرد. میثم مرادی گوشه محوطه جریمه، خود مرادی، حالا ارسال کوتاه او در 2 مرحله و فرشید اسماعیلی که ضربه سر رو میزنه. با پای راست به روی دروازه، فرصت برای استقلال در اون محوطه جریمه، از پشت محوطه محکم ضربه‌اش رو میزنه و توی دروازه گل برای استقلال به ثمر میرسه. ببینیم کدام بازیکن گل رو زد. روی یه شوت محکم از میانه های زمین. بازی هم به اتمام میرسه. تیم استقلال موفق میشه با حساب 3-0 تیم فجر رو شکست بده.